امریکایی که ما باش این همه مشکل داشتیم، یادمون باشه این امریکا آمد و در عراق بزرگترین دشمن ما رو که صدام هست رو از جلوی پای ما برداشت. من فکر میکنم که تو اون مقطع بازی امریکا بازی بود که به نفع ما تمام شد. ما نمیتونیم این رو بهش بی‌توجه باشیم. امریکا در منطقه در یک حوزه‌هایی ما منفعت مشترک داره. ما قطعا میتونیم تو اون حوزه‌هایی که منافع مشترک با آمریکا داریم، لازم نیست که ما حتما در واقع انگشت چشمان آمریکا بکنیم. جایی که باش در واقع نقطه تقابل داریم، وای میسیم تقابلمون رو انجام بدیم، خیلی محکم روی موازنمون میستیم. جایی که میتونیم منفعت مشترک تعریف کنیم، رو منفعت مشترکش میتونیم جلو بریم. ما توی یک حوزه به هر حال توی در زمانی که امریکا به افغانستان حمله کرد و بحث طالبان بود، با آمریکا همکاری داشتیم، همکاری استراتژیک داشتیم، یکی خیلی روشن بودش تو اون مقطع. خب اونجا منفعت مشترک اجازه داد و این اتفاق افتاد. در قبالش ایران رو عضو محور شرارت کرد. خب من میخوام بگم که این نشون میده که بازی ها و هوشمندی داریم توی حوزه و در این حال ما اگه بتونیم از تمام ظرفیت استفاده کنیم، از تکیه کردن به یک حوزه طبیعتا نجات پیدا میکنیم. ما نمیتونیم تمام تخم مرغامون، تمام در واقع فضامون رو تو سبد فرضاً کشور روسیه، چین بگذاریم و فردا مشکلات جدی برامون فراهم بشه. برای دنیای پیچیده و دنیای بسیار بزرگی است.